در قلمرو باستانی دهلی در قرن 14، جایی که قدرت و معنویت درگیر یک بازی کیهانی است. ملک ابراهیم با قدرتی تسلیم ناپذیر سلطنت می کند، در حالی که حکمت حضرت نظام الدین می درخشد. بیقرار و مشتاق آغوش فتح، جاه طلبی سلطان فضای بیکرانی نمی شناسد. قدیس صوفی در مقابل او ایستاده است. او در آموزه های خود برای همه آرامش می یابد. جاه طلبی بزرگ تقلق، دژی برای برآمدن. زحمت کشان زیر آسمان لاجوردی پهناور. چاه پله‌ای برمی خیزد، نماد امید. در مواجهه با قدرت از موپینگ امتناع می ورزند. با افزایش تنش‌ها و همسو شدن سرنوشت‌ها، برخورد آنها سرنوشت طراحی شهر را رقم می‌زند. اما در حضور قدیس فیضی لطیف، یادآور فروتنی در این نژاد زمینی، موانع بالا می‌روند. فرمان سلطان در دست است، اما شاگردان استقامت دارند، گروهی فداکار. روز دیوارهای قلعه، در شب فرود چاه. در وحدت عزم آنها ناگسستنی، خام نشدنی. در لشکرکشی به بنگال قدرت سلطان آشکار می شود. با این حال سرپیچی قدیس، سرنوشت او مهرموم شده است. با هر پیروزی خشم سلطان متورم می شود. در تلاش برای تسلط او در جهنم قدم می گذارد. همانطور که فتوحات سلطان به دور و بر گسترده می شود. غرور او با هر گام پیروزمندانه اوج می گیرد. با این حال در دل پیروزی بذری از شک. همانطور که نبود نظام الدین در مورد آن زمزمه می کند. سخنان قدیس زنگ می زند. دیلی هنوز دور است. پیشگویی از سرنوشتی که سلطان به ارمغان خواهد آورد. همانطور که پادشاه با شکوه و عظمت باز می گردد. سرنوشت دخالت می کند، پایان او روشن تر می شود. زیر طاق نما که برای گرامی داشت نام او ساخته شده است. سلطان تقلق شرم اجتناب ناپذیر خود را ملاقات می کند. پس از آن دهلی فکر می کند. تأثیر متقابل قدرت و سرنوشت. زیرا در رقص تسلط زمینی و قدرت معنوی، حتی قوی ترین سقوط در اعماق شب